سید حسن تقی‌زاده، یک مرد فکور در هیئت یک مرد عمل. یقین کردمی مرگ اگر نیستیست، از این ورطه خود را رهانیدمی. یقین کردمی مرگ اگر نیستیست، از این ورطه خود را رهانیدمی. بدون عرصه پهن بی ازدحام، خر و بار خود را کشانیدمی. به جسم و به جان هر دو آن مردمی، ز هستی رسن بگسلانیدمی. مر این معدن خار و خس را به جای، بدین خوش علف گله مانیدمی. بر این قلعه شوم ذات الصور، به تحقیر دامن فشانیدمی. علی اکبر دهخدا. قلعه ذات الصور بیانی نمادین از قوای بشری است که تحت سیطره تخیلی قرار دارد که برانگیزنده امیال است. به این موضوع در مثنوی مولوی هم اشاره شده است. آخرین داستان دفتر ششم که عنوانش ذات الصور یا دژ هوش‌رباست، مثل فراز و نشیب زندگی سید حسن تقی‌زاده حکایت غریبی است و پایان راه دراز آهنگ نی، همون نی که در آغاز مثنوی از جدایی ها شکایت می کرد. بشنو از نی چون حکایت می کند. خانم ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این بحث به یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ مشروطه، سید حسن تقی‌زاده می پردازد که در تحول جامعه جدید در ایران نقش اساسی داشت. ادیب عالی‌قدری که در زمینه زبانهای باستانی، گاهشماری و ادبیات کهن ایرانی پژوهش بسیار کرد. به فرهنگ و زبان فارسی ارج می نهاد و از معدود پژوهشگران ایرانی بود که به علوم قدیمه هم ارزش می‌گذاشت. کتابخانه ایران شناسی مجلس سنا که بیشتر از 150,000 نسخه خطی دارد، از یادگارهای اون فرهنگ ورز شریف است. تلاش سید حسن تقی‌زاده در صدر مشروطه
برای تدوین نخستین قوانین عرفی، به ویژه اصول متمم قانون اساسی، در تقابل با ارتجاع و خودکامگی فردی قابل انکار نیست. او یکی از برجسته ترین سیاستمداران سکولار در ایران بود و به دخالت باورهای مذهبی در امر حکومت باور نداشت. زندگی وی که خود اون را به درستی زندگی طوفانی لقب داده، آینه‌ای تمام نما و یگانه از نشیب و فراز فکری و سیاسی جامعه ایران در 2 سده گذشته است. او گل بی‌عیب نبود. در زندگی شخصی و سیاسی با فراز و فرود بسیار روبرو شد. گرچه بارها از اسب افتاد، اما از اصل نیفتاد و هیچگاه ریشه هایش را فراموش نکرد. برای داوری در مورد افراد بایستی حساب نیک و بد را از هم سوا کرد. بعضی ها که تمایل دارند جهان را ساده کنند، به نام مرزبندی آدم ها را با یک چوب میرانند و این درست نیست. باید به قول دکارت همه چیز را از همه چیز جدا کنیم و نشان دهیم سایه روشنهای هر قضیه کجاست. نامه های تقی‌زاده به ستارخان نشان می دهد که به او ارادت داشت به ستارخان، اما گفته می شود که وی در دعوت هسته انقلابی و آزادیخواه تبریز به تهران و سرکوبی آن که منجر به زخمی و زمینگیر شدن ستارخان و کشته شدن باقرخان شد بی تقصیر نبود. برخی واکنش وی به وقایع آذربایجان در سال 1325 و ورود ارتش به تبریز را نیز زیر سوال میبرند، اما اینکه او خائن به میهنش بوده یا سرسپرده انگلیس که مرتجعین آن را بارها و بارها تکرار کرده و میکنند واقعیت ندارد. اکنون اسناد دخالت انگلستان در ایران در دسترس پژوهشگران است، نه تنها از انگلیس بلکه از آرشیوهای روس. هیچ اشاره‌ای به اینکه تقی‌زاده برای انگلستان کار کرده ندارد. به عکس او مخالف هر گونه دخالت و فشار دولت انگلیس در سیاست ایران علیه دکتر مصدق بود. در واقع تقی‌زاده عاملی بود که باعث شد فشار مخالفین مصدق که از حمایت انگلیس برخوردار بودند کمتر شود. هستند کسانی که وی را نماد غرب زدگی و تهاجم مدنیت جدید به ارزش‌های سنتی و مذهبی معرفی کرده، میگویند او گرچه زمانی علمدار مبارزه بر ضد استبداد محمد علی میرزا بود، اما بعداً در مقابل رضا شاه لنگ انداخت و مانند غلام حلقه به گوش سر تعظیم فرود آورد. جنبه‌هایی از زندگی سیاسی او هنوز آنچنان که باید روشن نیست و از همین رو انتقام مشروع خواهان را از او میگیرند و به او نیش میزنند که حقوق بگیر انگلیس بوده، با فراماسون ها که لابد در اجنبی پرستی و وابستگی خلاصه می شود، با فراماسون ها رابطه داشته و محاکمه و قتل شیخ شهید شیخ فضلالله نوری هم زیر سر اوست. از حب و بغض مرتجعین که بگذریم، این اتهامات از سوی کسانی هم مطرح شده که اراده نیک دارند اما گاه با همه چیز ایستا برخورد میکنند، غافل از این که اگر هر فردی را
از مجرا و منظر تاریخی نگاه کنیم، با پیچیدگی‌های متعددی در شخصیت وی روبرو می‌شویم. کسانی که سید حسن تقی‌زاده را از نزدیک و خوب می‌شناختند، بدون اینکه او را خالی از اشتباه بدانند، مردی اخلاقی و با اصول خواندند. ضمناً خود تقی‌زاده هیچ وقت این اتهام را نپذیرفت که در محاکمه و قتل شیخ فضلالله نوری نقش داشته است. سید حسن تقی‌زاده شهریور 1257 در خانواده روحانی در تبریز به دنیا آمد و 8 بهمن 1348 در تهران جان سپرد. وی از رجال سیاسی بحث‌انگیز معاصر و در زمره کسانی است که مخالف و موافق بسیار دارد. گفته می شود از 4 سالگی به تشویق پدر خواندن قرآن را آغاز و در 5 سالگی اون را ختم کرد که برای من قابل قبول نیست، غریب می نماید. شاید منظور جزو 30 قرآن یا همون اما جزو بوده، نه ختم همه قرآن در 5 سالگی، آن هم وقتی او از 8 سالگی به تحصیل مقدمات عربی پرداخته است. بگذاریم. از نوجوانی با ریاضیات و هیئت جدید آشنا شده و سپس در مدرسه مموریال تبریز درس خوانده و علوم جدید و زبان فرانسوی آموخته است. مدرسه مموریال از مدارس قدیم شهر تبریز بود و از معلمان مشهور اون هوارد باسکرویل معلم آمریکایی این مدرسه بود که در نبردی به همراه مشروطه خواهان جان باخت. تقی‌زاده چند سال بعد بر اثر آشنایی با نوشته‌های میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی از روشنفکران پیش از مشروطیت، همچنین میرزا ملکم خان و نویسندگان تجددخواه روزنامه‌های فارسی خارج از کشور مثل اختر، پرورش، ثریا، حکمت و حبل المتین و کتب عربی چاپ مصر و ترکی چاپ عثمانی به افکار آزادی خواهانه و تجدد طلبانه علاقمند شد و برای ترویج این اندیشه ها محفلی در تبریز تشکیل داد و تأسیس مدرسه‌ای با هدف ترویج آموزش به روش جدید را در سر داشت، اما بر اثر مخالفت شماری از روحانیون که برایش پاپوش دوختند، اون مدرسه پا نگرفت، دایر نشد. تقی‌زاده سپس با همکاری محمد علی تربیت، میرزا حسین خان عدالت و پدر پروین اعتصامی یوسف اعتصامی به قصد ترویج معارف و آشنا ساختن مردم به اصول حکومت ملی و آزادی طلبی کتاب فروشی تربیت را تأسیس کرد که کتب فرنگی و عربی جدید می فروخت و محل آمد و رفت متجددان و آزادی خواهان آذربایجانی بود. این کتاب فروشی بعدها در دوره استبداد صغیر غارت شد و اون را آتش زدند. آبان 1288 تقی‌زاده نوشت: از مردم با غیرت دعوت میکنم که برای دفع و حذف موهومات و سلب اعتقاد از روحانیون و فهماندن زیانهای استبداد روحانی به عموم بکوشند. استبداد صغیر به دوره 1 ساله از تاریخ سیاسی ایران اطلاق می شود که از تیر 1287 با به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط محمد علی شاه آغاز گردید و در تیر سال بعد 1288 با فتح تهران توسط مشروطه خواهان پایان یافت.
سید حسن تقی‌زاده با همکاری دوستان همفکرش نشریه گنجینه فنون علم و ادب را هم منتشر می کرد که پس از 1.5 سال انتشار بر اثر سفر او و محمد علی تربیت به خارجه و شیوع وبا در ایران تعطیل شد. از دکتر احسان یارشاتر شنیده شده که کوشش برای فراهم آوری دانشنامه ایرانیکا را نخستین بار سید حسن تقی‌زاده در سال 1327 خورشیدی با گردآوردن گروهی از دانشمندان محقق به منظور ترجمه طبع اول دایره المعارف اسلام و با تألیف گنجینه‌های فنون علم و ادب آغاز کرد. دکتر یارشاتر ادامه می‌دهد این نیت دانش پژوهانه را که به علل متفاوت به ثمر نرسیده بود در سال 1348 21 سال بعد با پیشنهادی برای ترجمه و طبع جدید اون دایره المعارف پی گرفتم و به انجام رسید. تقی‌زاده ضمن سفر به قفقاز، عثمانی، لبنان، سوریه و مصر با برخی نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی از جمله شیخ محمد عبدو، محمد آقاشاه تختینسکی مدیر مجله شرق روس، جورجی زیدان، زین العابدین مراغه‌ای و جلیل محمد قلیزاده رفت و آمد داشت و بعد از حدود 1 سال که در سفر بود اوایل 1284 خورشیدی به ایران بازگشت و به محافل پنهانی مبارزان ضد استبداد پیوست. اون ایام جنبش مشروطه خواهی شروع شده بود و آذربایجان از داغ‌ترین کانون‌های اون بود. تقی‌زاده پس از پیروزی آزادی خواهان و افتتاح دوره اول مجلس شورای ملی به نمایندگی از سوی طبقه اصناف تبریز انتخاب شد و ظرف مدت کوتاهی رهبری جناح روشنفکر و تجددخواه مجلس را به دست گرفت. او عضو هیئتی بود که از طرف مجلس مأمور تدوین متمم قانون اساسی مشروطه شدند. بر پایه همین متمم بود که حکومت مشروطه تعریف و تفکیک قوای سگانه و حقوق ملت در دستور کار قرار گرفت و مرز میان شرع و عرف آشکار شد. تقی‌زاده در شمار کسانی بود که در هنگام تدوین متمم قانون اساسی بیش از همه با خرافه های مرتجعین مرزبندی داشت. در کتاب خاطرات خود نوشته است: محمد علی شاه می گفت من مشروعه را قبول دارم و نه مشروطه را. آخوندها گفتن بله بله همین درست است. او از همان آغاز انتقادهای تندی از نظام استبدادی به عمل می آورد. طرفدار تغییرات و اصلاحات بود و مواردی چون اصلاحات ارضی و حق زنان را هم همون زمان برجسته می کرد. نطق‌های پرشور تقی‌زاده در مجلس خشم محمد علی شاه و درباریان را برانگیخت و در جریان به توپ بستن مجلس و برقراری استبداد صغیر دستور دستگیریش را دادند. اما او با علی اکبر دهخدا و میرزا علی محمد خان تربیت و شاید کسان دیگر که من نامشون را نمیدانم راهی سفارت انگلستان در تهران شد و نقشه حکومت نگرفت. منتقدینش دکتر مصدق هم بعداً این روآوری را وابستگی به خارجیان برداشت کردند که واقعی نبود. در اون بگیر و ببندها میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل و ملک المتکلمین را کشتند، همچنین سید جمال الدین واعظ را که در حال فرار گیر افتاد. تقی‌زاده و دهخدا را هم اگر در اون بحبوبه می گرفتن می کشتن. او و چند تن دیگر بعداً به خارج از کشور تبعید شدند.
تقی‌زاده نخست به فرانسه و سپس به انگلستان رفت. در آنجا به کمک ادوارد براون، خاورشناس و ایرانشناس بریتانیایی که در زمینه تاریخ و ادبیات ایران چند کتاب نگاشته است، مدتی در کتابخانه دانشگاه کامبریج به کار فهرست برداری از کتاب‌های فارسی و عربی مشغول بود و موفق شد که مسائل ایران را به صحنه افکار عمومی بکشاند. تشکیل کمیته ایران مرکب از نمایندگانی از مجلس انگلستان که با مشروطه خواهان مساعدت کردند، از ثمرات تلاش‌های سید حسن تقی‌زاده بود. در پی شدت گرفتن قیام مردم علیه استبداد، سید حسن تقی‌زاده اواخر سال 1287 مخفیانه وارد ایران شد. وقتی از قفقاز به تبریز برمیگشت، پدر سالخورده و مریض احوال حیدرخان امغلی، انقلابی ایرانی و از فعالان مؤثر جنبش مشروطه، با همه پیری و نفس تنگی او را تا رودخانه ارس همراهی کرد. تقی‌زاده به تبریز که رسید، در انجمن ایالتی اون شهر ضمن یک سخنرانی وظایف مردم را در راه به ثمر رساندن انقلاب برشمرد و مبارزان را از هر گونه تندروی و تعدی به اموال مردم نهی کرد. البته او بیشتر مورد توجه روشنفکران بود. غالب مردم از ستارخان و باقرخان حرف شنوی داشتند که طبیعی هم بود. تقی‌زاده پس از فتح تهران در تیر ماه 1288 راهی پایتخت شد و به عضویت هیئت مدیره موقتی درآمد که تا تشکیل دولت جدید اداره کشور را به دست می گرفت. شنیده شده پس از خلع محمد علی میرزا از پادشاهی، عین الدوله به ملاقات سردار اسعد بختیاری و محمد ولی خان تنکابونی می رود تا هر عقوبتی را که صلاح بدانند در موردش اجرا کنند. اون دو از او می‌خواهند که به منزل خود بازگردد. عین الدوله برای کمک به دولت ملی املاک خود را در قراچه‌داغ به دولت واگذارد و افزون بر آن 100,000 تومان نیز پول نقد به سران حکومت پرداخت و قول ولایت فارس را گرفت. ولی پس از افتتاح مجلس و با اعتراض سید حسن تقی‌زاده موضوع منتفی می شود. تقی‌زاده در انتخابات دوره دوم مجلس هم از تبریز به نمایندگی برگزیده شد و رهبری فراکسیون دموکرات را بر عهده گرفت. اگر در مجلس اول به سبب نطق‌های ضد استبدادی مورد غضب محمد علی شاه قرار گرفت، در مجلس دوم به خاطر دفاع از تفکیک دین از سیاست و لزوم عرفی شدن جامعه مخالفت آخوندها را برانگیخت و روحانیون نجف مانند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کتاب کفایت الاصول و ملا عبدالله مازندرانی درباره فساد مسلک سیاسی دموکرات‌ها و شخص تقی‌زاده فتوا صادر کردند. متن آن فتوا یا حکم ارتجاعی این است: مقام منیع نیابت سلطنت عظما، حضرات حجج اسلام دامت برکاتهم، مجلس محترم ملی، کابینه وزارت، سرداران اعظم. چون ضدیت مسلک سید حسن تقی‌زاده که جداً تعقیب نموده است با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسده‌اش علناً پرده برداشته است، لذا از عضویت مجلس مقدس ملی و قابلیت امانت نوعیه لازمه اون مقام منیع بالکلیه خارج و قانونا و شرعاً منعزل است. منعش از دخول در مجلس ملی و مداخله در امور مملکت و ملت
بر عموم آقایان علمای اعلام و اولیای امور و امنای دار و شورای کبرا و قاطبه امرا و سرداران عظام و آحاد عساکر معظمه ملیه و طبقات ملت ایران ایدهم الله به نصرت العزیز واجب و تبعیدش از مملکت ایران فوراً لازم و اندک مسامحه و تهاون یعنی سهلنگاری حرام و دشمنی با صاحب شریعت علیه السلام. به جای او امین دین پرست وطن پرور و ملتخواه صحیح المسلک انتخاب فرموده و او را مفسد و فاسد مملکت شناسند و به ملت غیور آذربایجان و سایر انجمنهای ایالتی و ولایتی هم این حکم الهی عز اسمه را اخطار فرمایند و هر کس از او همراهی کند در همین حکم است. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. شیخ عبدالله مازندرانی با اشاره به این که صحبت از تکفیر نبوده بلکه حکم فساد مسلک سیاسی تقی‌زاده بوده است میگوید این هم نه مطلبی بود که با گفتن و نوشتن یکی دو نفر باشد، بلکه اشخاصی که به ماها نوشتند از اعضای صحیحه مجلس و غیرهم کسانی هستند که ملتخواهی و مسلمانی آنها قطعی است. آیا منظورش سید عبدالله بهبهانی هم هست؟ اون زمان البته بهبهانی عضویت مجلس را نداشت و اشاره به امثال وی را باید در دسته‌ای که با غیرهم یعنی غیر از اعضای مجلس که ملتخواهی و مسلمانی آنها قطعی است حدس بزنیم. جمله او این است: این هم نه مطلبی بود که با گفتن و نوشتن یکی دو نفر باشد، بلکه اشخاصی که به ماها نوشتن از اعضای صحیحه مجلس و غیرهم کسانی که ملتخواهی و مسلمانیشون قطعی است. طبق روایت تقی‌زاده سید عبدالله بهبهانی از رهبران جنبش مشروطه ایران در مجلسی که با تقی‌زاده ترتیب داد پیشنهاد می‌کند که وی نسبت به حکم علمای نجف تواضع کند و سپس به دیدارشون برود و اضافه می‌کند که ما هم ترتیب می‌دهیم خیلی با احترام شما را بپذیرند و خیلی با احترام برمیگردید. تقی‌زاده میگوید آقا خود شما عقیده دارید رویه من برخلاف اسلام است؟ بهبهانی جواب میدهد نه خیر. من هم گفتم پس بردار تلگراف کن، من التماس نمی کنم. 8 شهریور 1286 که امین السلطان معروف به اتابک توسط عباس آقا تبریزی از اعضای انجمن آذربایجانی ها ترور شد، به دلیل مخالفت هایی که تقی‌زاده با اتابک داشت متهم به شرکت در قتل شد. تقی‌زاده وی را نه امین السلطان بلکه خائن السلطان و وطن فروش خوانده بود و اتابک هم از همان ابتدای ورود تقی‌زاده به تهران با وی مخالفت می‌ورزید. حدود 3 سال بعد 23 تیر 1289 سید عبدالله بهبهانی با فتوای شیخ محمد باقر معین القربا ترور شد و در شهرهای بزرگ ایران آشوب به بار آورد. این بار هم دموکرات‌ها از جمله تقی‌زاده به آمریت یا مشارکت در ترور زیر سوال رفتند و وی مجبور به ترک تهران شد، به ویژه که امثال احمد کسروی هم متاسفانه او و حیدرخان امغولی را در همین رابطه زیر سوال برده بودند. آخر سر علی محمد تربیت که دستی در این ترور نداشت قوم و خویش و همخانه تقی‌زاده را قصاص کردند، به قصاص ترور سید عبدالله بهبهانی کشتند.
بعد از ترور بهبهانی تقی‌زاده از تهران راهی تبریز شد، اما در اونجا زیر فشار روس‌های ضد مشروطه بود و ناچار و از بیم جان بهمن 1289 از ایران رفت، به استانبول گریخت. از بس علیه تقی‌زاده تبلیغ شده بود، وقتی تابوت بهبهانی را می بردن جمعیت شعار میداد فقیهی که اسلام را بود پشت، تقی‌زاده گفت و شقی‌زاده کشت. استبداد و ارتجاع همیشه در طول تاریخ تبعید و مهاجرت را به دنبال داشته است. حوادث پس از انقلاب مشروطه در ایران هم بسیاری از فعالان این انقلاب را مجبور کرد تا در دوره‌های مختلف وطنشان را ترک کنند. همونطور که گفتم تقی‌زاده که در تبریز هم زیر فشار بود از ایران رفت. او تا 14 سال از میهنش دور بود. همونطور که گفتم تقی‌زاده که در تبریز نیز زیر فشار بود از ایران رفت. او تا 14 سال از میهنش دور بود. نزدیک به 2 سال در استانبول بود و با محمد امین رسولزاده سردبیر تبعیدی روزنامه ایران نو، همچنین با اعضای جمعیت اتحاد و ترقی که طرفداران جدی تجدد و نوسازی بودند معاشرت داشت. سپس راهی فرانسه و انگلستان شد. در انگلستان حدود 6 ماه در کتابخانه موزه بریتانیا به مطالعه و پژوهش پرداخت. در این بین در انتخابات دوره 3 مجلس غیاباً به وکالت برگزیده شد، اما به ایران باز نگشت. اردیبهشت 1292 1 سال پیش از شروع جنگ جهانی اول به آمریکا رفت و حدود 2 سال اونجا در کتابخانه‌ای در نیویورک به فهرست نگاری کتاب‌های عربی، فارسی و ترکی اشتغال داشت. با شروع جنگ جهانی اول دوره تازه‌ای در زندگی تقی‌زاده آغاز شد و این بار او که تا اون زمان به دوستی با دولت انگلیس متهم بود، در چهره سازمانده اصلی فعالیت‌های ضد انگلیسی ملیون ایران در حمایت از آلمان ظاهر شد. پس از امضای قرارداد سن پترزبورگ، قرارداد 1907 بین روسیه و انگلستان که ایران را به 3 بخش تقسیم می‌کرد، در مورد این قرارداد تحت عنوان عهدنامه‌های عصر قاجار توضیح دادم که مقاله و ویدئوی مربوط به اون در سایت خودم موجود است. پس از امضای قرارداد سن پترزبورگ، قرارداد 1907 بین روسیه و انگلستان که ایران را به 3 بخش تقسیم می‌کرد، دولت آلمان که به طیفی از میلیون ایران نزدیک شده بود، جنگ را فرصت مناسبی برای بهره برداری از احساسات ضد روسی و ضد انگلیسی ایرانیان می‌دانست. ماموران سیاسی آلمانی کوشیدند تا از راه برقراری ارتباط با شخصیت‌های
بلندپایه ایرانی در داخل و خارج از کشور اونها را با خودشون همراه کنند. چنین بود که کنسول آلمان در نیویورک با سید حسن تقی‌زاده تماس گرفت و او را هم به برلین دعوت کرد و نام برده 15 ژانویه 1915 وارد آلمان شد و در برلین تشکیلاتی به نام کمیته ملیون ایران را بنیاد نهاد که فعالیت‌های ضد روسی و ضد انگلیسی ملیون را سازماندهی می‌کرد. عده‌ای از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایرانی مانند محمد علی جمالزاده، حسین کاظمزاده ایران شهر، محمد قزوینی و ابراهیم پورداوود، همچنین حسین قلی نواب سفیر ایران در برلین که از دوره مجلس اول در تهران با تقی‌زاده دوستی داشت، با این کمیته همکاری می‌کردند. سید حسن تقی‌زاده کمی بعد با تأسیس مجله کاوه در برلین گام مهمی در راه گسترش فعالیت سیاسی ایرانیان در برابر انگلستان و روسیه برداشت. اکنون اسناد منتشر شده وزارت امور خارجه آلمان، همچنین نامه اسکارمان خاورشناس آلمانی برای وزارت امور خارجه، زمینه‌های انتشار کاوه را که زمانی با واکنش‌های نفرتبار مخالفان تقی‌زاده روبرو می‌شد روشن کرده و نشان می‌دهد چقدر اون مخالفت‌ها با بی‌اطلاعی و عناد همراه بوده. به راستی که زمان احکم الحاکمین است. کاوه نشریه سیاسی و فرهنگی بود که بودجه اون را دولت آلمان تأمین می‌کرد و مقالات اون تا حد زیادی از آلمان طرفداری می‌کرد. تقی‌زاده در طول جنگ به مبارزه سیاسی، سازماندهی نیروها، روزنامه‌نگاری، مقاله نویسی و تماس و دیدار و گفتگو با اشخاص با نفوذ و مؤثر مشغول بود. چند سفر به اتریش و سوئیس و دانمارک و سوئد رفت و در دانمارک موافقت پروفسور جورج برانتس نویسنده و منتقد دانمارکی را به نگاشتن رساله‌ای در دفاع از ایران جلب کرد که حاصل اون اثری در وصف جنایت‌های روسیه و انگلستان در ایران بود. وی در کنگره بین المللی سوسیالیست‌ها در سوئد در تابستان 1296 خورشیدی شرکت داشت و بیانیه‌ای با عنوان دادخواهی ملت ایران خطاب به اعضای کنگره منتشر کرد. پس از پایان جنگ جهانی اول تماس‌های میان دولت ایران با او آغاز شد و از جانب دولت به چند مأموریت سیاسی رفت، از جمله در اردیبهشت 1301 برای انعقاد معاهده تجاری ایران با روسیه شوروی روانه مسکو شد. تقی‌زاده در انتخابات دوره 4 مجلس باز هم غیاباً به نمایندگی انتخاب شد، اما نپذیرفت و به ایران نرفت. در دولت مستوفی الممالک به وزارت خارجه انتخاب شد، اما این سمت را هم نپذیرفت. تابستان 1303 با انتخاب شدن به عنوان وکیل دوره 5 مجلس شورای ملی وارد تهران شد و مورد استقبال مشروطه خواهان قرار گرفت. 4 سال بعد از وقوع کودتای 3 اسفند 1299. در کودتای 1299 قوای قزاق وارد تهران شده، ادارات دولتی و مراکز نظامی را اشغال کردند و از طرف رضاشاه بعدی اعلامیه‌ای در 9 ماده تحت عنوان حکم میکنم صادر و به در و دیوار شهر تهران چسباندند و آخر سر او بر اوضاع مسلط شد. تقی‌زاده که در هیرویر جنگ جهانی اول به آلمان گرایش داشت و زمانی میگفت ایرانی ها آلمان را مثل پیغمبر حضرت داوود میدانستند که آمده اونها را نجات دهد، بعد از شکست اون کشور در جنگ از نخستین کسانی بود که رابطه با آمریکا را بر سر زبانها انداخت.
و این در دورانی است که فقط انگلستان در ایران برو بیا داشت. آلمان هم جنگ را باخته بود. وی آذر 1300 خورشیدی در نامه‌ای به محمود افشار شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی نوشته بود: اگر مطلب عمده که به عقیده این جانب کشیدن آمریکایی ها به ایران است سر بگیرد، کارها به جاده اصلاح می افتد. گمان می رفت سید حسن تقی‌زاده تمام کوشش خود را به کار می برد که سردار سپه به سمت استبداد نرود، اما وی مقالاتی با عنوان یک مشت تصورات بی ادعا منتشر کرد که در آن ضمن اشاره به 3 رکن اصلی ترقی که از نظر وی حکومت قادر قاهر ثابت، مستشاران خارجی و مجلس شورای ملی بود، به ستایش از تمرکزگرایی رضاخان و تجدد آمرانه او پرداخت. البته او با اینکه از تجدد آمرانه رضاخان حرف میزد، در مواردی به وی ایراد و انتقاد هم میکرد، از جمله موضوع انتقال سلطنت به رضاخان. در آبان 1304 نمایندگان 5مین دوره مجلس شورای ملی ماده واحده انقراض دودمان قاجار و خلع احمدشاه را مورد بحث و رأیگیری قرار دادند. از 85 نماینده حاضر 80 نفر رأی مثبت دادند و 5 نفر ممتنع. تنها 4 نماینده، حسن تقی‌زاده، محمد مصدق، حسین علا و یحیی دولت‌آبادی، در مخالفت علنی با انقراض قاجاریه در مجلس نطق کردند. در اون جلسه تقی‌زاده اعلام داشت که در مقابل خدا و ملت و مملکت و تاریخ خودمان و در مقابل نسل‌های آتیه این ملت میگویم که به عقیده بنده این ترتیب و این وضع مطابق ترتیب قانون اساسی نیست و صلاح این مملکت هم نیست. شاید رضا شاه به همین خاطر پس از استقرار سلطنت خود منصبی به تقی‌زاده نداد، اما وی در کنار مخالفان پرنفوذ رضا شاه از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس ششم هم شد. مرداد 1307 پس از پایان دوره مجلس ششم، رضا شاه تصمیم گرفت مجلس را کاملا مطیع خود کند. بنابراین از انتخاب افرادی مانند تقی‌زاده جلوگیری کرد. وی مدت 2 سال خانه نشین بود تقی‌زاده و بسیار تنگ دست. به پیشنهاد تیمورتاش والی خراسان شد و کمی بعد با سمت وزیر مختاری به لندن رفت. در فروردین 1309 در کابینه مخبرالسلطنه وزیر طرق و شوارع شد و بعداً در عین کفالت وزارت مزبور مسئولیت وزارت مالیه را هم به عهده گرفت، وزارت راه و وزارت دارایی. سید حسن تقی‌زاده گرچه همه توانایی خود را در راه نظم و ترتیب دادن به امور مالی کشور، قانونمندی و سازماندهی صحیح به کار گرفت، اما به فرموده در الغای قرارداد درسی و تجدید اون با شرایطی خلاف منافع کشور مشارکت کرد و طوفانی از لعن و ناسزا و اتهام را بر ضد خود برانگیخت. بارها گفته بود کاش قبل از امضای اون مرده بودم.
قرارداد 1933 قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوره رضاشاه پس از الغای قرارداد دارسی منعقد شد. ویلیام ناکس دارسی در سال 1901 با دولت ایران قراردادی برای اکتشاف و استخراج نفت امضا کرده بود. تقی‌زاده بعدها در نطق مشهور خود در مجلس تصریح کرد قرارداد مزبور زمانی تمدید شد که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق اون عهد، منظورش رضاشاه است، در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق اون عهد نه مقدور بود نه مفید. لذا شد اونچه شد. یعنی کاری که ما چند نفر مسلوب الاختیار به اون راضی نبودیم و بی اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم. من خودم هیچ وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودن و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده نقص بر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بود. اقرار میکنم که بهتر بود ولو با فدای نفس هم شده انسان از این تقصیر فرضی غیر اختیاری دور و بی‌دخالت در اون بماند. اون چه نوشتم شرح بیشترش در کیهان شماره 1747 مورخه 9 اسفند 1327 با عنوان مذاکرات مجلس ثبت شده است. همان ایام از سوی حکومت مردم وادار شده بودند جهت سپاسگزاری از به اصطلاح استیفای حقوق ملی به دست توانای اعلی حضرت همایونی کوچه و بازار چراغانی کرده نمایش‌ها ترتیب دهند و شادمانی‌ها کنند و مراتب شکرگزاری خود رو در صفحات مطبوعات منعکس نمایند. مذاکره برای انعقاد قرارداد جدید، قرارداد 1933 را که به مدت چند هفته با نمایندگان انگلستان جریان داشت، محمد علی فروغی، علی اکبر داور، حسین علا و سید حسن تقی‌زاده همچنین مخبر السلطنه انجام می‌دادند. تقی‌زاده تمدید قرارداد را اشتباه بزرگ رضاشاه دانسته و خود را در این ماجرا نه موجد، نه مبتکر، نه عاقد، بلکه به عبارت خودش آلت فعل دانسته است. واقعش اگر تقی‌زاده نگفته بود ما آلت فعل بودیم، و این خودکشی سیاسی را به نفع منافع ملی نمی کرد، بعداً مصدق نمی توانست در دادگاه لاهه بگوید کسی که این قرارداد را امضا نموده تصریح کرده آلت فعل بودم. مصدق با استناد به همین موضوع اون قرارداد را باطل اعلام کرد. سید حسن تقی‌زاده در مجلس گفته بود رضاشاه به اتاق رفت و از اتاق بیرون آمد و دستور داد قرارداد را امضا کنید. ما آلت فعل بودیم. او مدتی پس از انعقاد قرارداد جدید نفت از وزارت کناره گرفت و به روایتی برکنار شد. برخی که هنوز هم به تقی‌زاده اتهام خیانت و سرسپردگی میزنند نقد دکتر مصدق را علم میکنند به او که طی نطقی در دوره 16 مجلس وی را در رابطه با قرارداد 1933 عامد و عامل خواند. تقی‌زاده در دوره ملی شدن صنعت نفت مورد وثوق دولت مصدق بود و مصدق هم کسی نبود که با آدم خائن و سرسپرده راه بیاید. بخش‌هایی از سخنرانی سید حسن تقی‌زاده در مورد خلقیات رضاشاه و تمدید قرارداد نفت.
اعظم وقایعی که در این مملکت اتفاق افتاد ظهور شخص با اقتداری بود که درجه تسلط و قدرت او بر همه چیز این مملکت و حتی نفوس و اموال و اعمال مردم اون روز به روز تزاید گرفت و عاقبت به جای رسید که اگر آقایان محترم دور از اون زمان بودند، من در یک روز تمام صحبت هم قادر به تصویر کامل اون نمی شدم. اون شخص اقدامات و اعمال خوب زیادی داشت. منظورش رضا شاه است. اون شخص اقدامات و اعمال خوب زیادی داشت و قطعاً وطن دوست و خیرخواه این مملکت بود، لیکن این صفات خوب بر حسب ضعف طبیعت بشری با بعضی نقص‌های تأسف آمیز که جز گرفتاری طبیعی و عدم شمول عنایت و توفیق الهی نامی بدون نمیتوانم بدهم و ضمناً با بعضی اشتباهات هم توأم بود و من نمیخواهم نه از اون نقایص معدود و نه از اون اشتباهات که در مقابل اعمال شایسته تحسین او جزئی بود حرف بزنم. خداوند او را رحمت کند و از هر تقصیر هم که داشته بگذرد. ما در گذشته هم مردان بزرگی داشتیم که آوازه کارهای بزرگ و مفید اونها هنوز باقی و بعضی جاودانی است، ولی نقصهای اونها و حتی بعضی تقصیرهای بزرگشون یا فراموش شده یا از ذکر اونها خودداری میکنیم و چشم میپوشیم. من این جمله را به اقتضای حکم وجدان و انصاف عرض کردم، نه برای خوش آمد ستایشگران واقعی یا سوری غیر صمیمی اون مرحوم. و خود میدانم که از طرف دیگر با گفتن این چند جمله حق و انصاف پرستانه جمع دیگر از منتقدین اعمال وی را که مردم خوب و صالح هم در میان اونها کم نیست و به ناحق هم نیستند ناخشنود میکنم، خصوصا آنان را که مستقیما صدمه دیدند. از این طبقه اخیر با کمال خلوص عذر میخواهم و البته تصدیق دارم که یکی از نقایص عمده اون شخص بزرگ که لطمه بر نام بزرگ او وارد آورد همین افراط در سختگیری و صدمه زدن به کسانی بود که به جهتی از جهات حتی جهت خیلی جزئی از آنها ناراضی میشد. و اگر این صدمه دیدگان توجه به این مطلب نمایند که من خودم نیز مورد بیمهری ایشان شدم و اگر در دسترس بودم شاید مورد نظر همون صدمات شده بودم. و اما امتیاز دارسی داستان خیلی درازی دارد و چند سال طول کشید و اسناد و اوراق اون در ضبط وزارت مالیه باید موجود باشد. عاقبت حوصله شاه تنگ شد و شاید تعویق کار را حمله بر مماطله، یعنی در انتظار نگه داشتن، می نمود و ضمناً میل نداشت حتی یک قید هم از قیود قدیمه به شکل سابق برای مملکت باقی بماند. یک روز بغتتاً، یعنی ناگهانی، مصمم شد امتیاز را فسخ کند و حکم برای این کار داد و واضح است که هم حکم او همیشه بدون تخلف و استثناء در 1 ساعت اجرا می شد و هم در این مورد بالخصوص که بسیار و به اعلی درجه خاطرش متغیر بود احدی را یارای چون و چرا و نصیحت به او نبود. پس این کار اجرا شد. این چند کلمه را به طور اجمال گفتم و باز خودداری از توضیحات مفصل علنی دارم و اون چه هم قال و قیل شود محض ملاحظه شخص خود مصالح مملکت را فدا نکرده و جوابی در جلسه علنی نخواهم داد. فقط همینطور باید بگویم که تا اونجا که من میدانم و خدا نیز شاهد است اصلا سوء نیتی از طرف هیچ کس، یعنی هیچ ایرانی ابدا نبوده است. اما موضوع دوم، یعنی سهم بنده در این امر از اول تا آخر که شاید بعضی اشخاص خالی از بی‌غرضی در این قسمت بیشتر علاقمند باشند تا به اصل موضوع اولی، باید عرض کنم که بنده در این کار اصلا و ابدا هیچ گونه دخالتی نداشتم جز اینکه امضای من پای اون ورقه است.
خنده شدید نمایندگان و مخبرین جراید. فقط امضای من پای اون ورقه است و اون امضا چه مال من بود چه من امتناع می‌کردم و مال کسی دیگری بود و لابد حتما یکی فوراً باید امضا می‌کرد. هیچ نوع تغییری را در اون چه واقع شد و به هر حال میشد موجب نمی‌گردید و امتناع یکی از امضا، اگر اصلا امتناعی ممکن بود، در اصل موضوع یعنی انجام اون امر هیچ تأثیری ولو به قدر خردلی نداشت. همونطور که گفتم این بخشی از نطق مشهور سید حسن تقی‌زاده در مجلس بود. در 1313 تقی‌زاده با سمت وزیر مختاری به فرانسه رفت. در همون سال از وی خواسته شد که جلوی مطالب تند درباره رضاشاه را در مطبوعات فرانسه بگیرد. اما پاسخی که تقی‌زاده درباره آزادی قلم و مطبوعات در فرانسه داد مقبول اعلیحضرت نیفتاد. در همان ایام نوشته ای از تقی‌زاده در مجله تعلیم و تربیت انتشار یافت که در اون با مصوبات شورایی به نام اصلاح فرهنگ در وزارت جنگ مخالفت شده بود. این مقاله خشم و غضب رضاشاه را برانگیخت و تقی‌زاده که باور داشت باید همگام با حکومت برای اجرای کردن اصلاحات وارد میدان شد، عملاً از تاثیرگذاری جدی باز ماند. بعد از نگارش اون مطلب او را به ایران فراخواندند. در عصری که تیمورتاش و داور هم قدر ندیدند و بر سرشون اون آمد که میدانیم، او به درستی خطر را احساس کرد و به ایران باز نگشت و از پاریس به برلین رفت و 1 سال بعد در پاییز 1314 در مجمع بین المللی خاورشناسان در روم شرکت کرد. در لندن و کمبریج 6 سال به تدریس و تحقیق مشغول بود و به دور از غوغای سیاست پربارترین سالهای عمر علمی و تحقیقی خود را گذراند. بخشی از تحقیقات ارزنده او محصول فراغت عمر همین دوره است. متاسفانه از اواسط دوره پادشاهی رضاشاه با تحکیم پایه‌های استبداد شخصی او و جابجایی که این دگرگونی در ترکیب کارگزاران حکومتی به دنبال آورد، تقی‌زاده و امثال او از صحنه سیاسی کشور اوت شدند، حذف شدند. او تا پایان حکومت رضاشاه به ایران نیامد و در واقع نتوانست بیاید. همونطور که گفتم سرنوشت امثال داور و تیمورتاش جلوی چشمانش بود. جنگ جهانی دوم، سقوط رضاشاه، اشغال ایران، تغییر فضای سیاسی کشور، تشکیل کابینه محمد علی فروغی و بر سر کار آمدن دوستان تقی‌زاده دوباره او را از دنیای علم و تحقیق به سپهر سیاست بازگردانید. 5 آبان 1320 به سمت سفارت ایران در لندن منصوب شد. همچنین در مقام رئیس هیئت ایرانی در سازمان ملل دعاوی ایران را علیه تجاوز و اشغال روسیه شوروی در شورای امنیت طرح و از آن دفاع کرد. در 1323 به مقام سفارت کبرا ارتقا یافت. در 1326 به عنوان نماینده مردم تبریز در مجلس 15 انتخاب شد. او در واقع به فضا و محیطی وارد شد که به کلی تغییر کرده بود. جو سیاسی پرتنش و خصومت آمیز بود.
در مجلس آماج انتقادهای شدید قرار گرفت و در نطقهای جنجال برانگیز نمایندگان مخالف به لحاظ مشارکت در تمدید قرارداد نفت به خیانت به کشور و سرسپردگی انگلیس و تبانی به زیان کشور متهم گردید که زمان نشان داد آب از سرچشمه دیگری گلالود بود. در گذشته نیز بودند کسانی حتی میان دولت مردان که پشت هر رویداد دسیسه و دستهای پنهان می‌دیدند و منقاش به دست اینجا و اونجا توطئه کشف کرده و پشت هر کاسه‌ای به دنبال نیم کاسه می‌گشتند. برخی تصور می‌کردند که حتی انقلاب مشروطیت حیله بزرگ بریتانیا برای کاستن از نفوذ روسیه تزاری در ایران بوده است. سید حسن تقی‌زاده در یکی از نامه‌هایش به وزارت خارجه از مرض عمومی وهم می‌نویسد: نمی‌دانم به چه سبب یک مرض عمومی وهم به بسیاری از مردم مملکت ما دست داده که درست مثل وبای مالیخولیا شده و هیچ فرقی با مرض طبی عمومی ندارد و اون این است که یک اعتقاد عمومی پیدا شده که انگلیسی ها مثل جن و پری در همه امور دست دارند و مانند قضا و قدر کل امور جاریه از کوچک و بزرگ، حتی مقدرات اشخاص و ترفیع رتبه مأمورین و انتخاب وکیل برای مجلس یا انجمن بلدیه و تعیین معلمی برای تدریس در مدارس ابتدایی و مأموریت حاکم جوشقان حتی تابع اراده اونهاست و به انگشت اونها میگردد. زمانی این پندار که حتی کوچکترین رویدادهای کشور نیز نتیجه دسیسه و دخالت دستهای نامری انگلیس است، چنان گسترش پیدا کرد که نه فقط مردم کوچه و بازار بلکه مقامات عالیه هم به اون مبتلا بودند. رضا شاه که انکار نمی کرد انگلیسی ها او را در سال 1299 به قدرت رساندند، گاه خودش هر کاری را از طرف اونها می دید. برای مثال در سال 1315 به مقامهای ایرانی دستور داد ولیعهد محمد رضا را در بازگشت از سوئیس از راه لبنان و عراق که دولت‌هایشان زیر نفوذ انگلیس بودند به ایران نیاورند و گفته بود شما نمیدانید دشمنان من چه کسانی هستند، او را از راه روسیه برگردانید. اسناد و منابع این بحث رو در مقاله مربوطه که در سایت خودم موجود است ثبت کردم. به روایت خود تقی‌زاده هنگامی که او در مقام وزیر دارایی میخواسته مقداری شمش طلا را با کشتی از بندر فرانسوی مارسی به ایران منتقل کند، شاه شکی نداشت که انگلیسی ها محموله را پیش از اون که به آبهای ساحلی ایران برسد مصادره خواهند کرد. تقی‌زاده میگوید رضا شاه حتی گمان میکرد پسرش محمد رضا، شاه سابق، پسرش محمد رضا با انگلیسی ها ساخته است. این رو در زندگی طوفانی در خاطراتش صفحه 363 میبینیم. رضا شاه بلند پایه ترین افسر خود سپهبد امیر احمدی را صرفاً به این دلیل که یک بار با سفیر انگلیس سر پرسی لوریان ملاقات کرده از حیثیت ساقط کرد. این موضوع در خاطرات سپهبد امیر احمدی آمده است. در چنین جوی امثال سید حسن تقی‌زاده را هم دست پرورده و حتی حقوق بگیر دولت انگلیس خواندند، در حالی که کسی سند و شاهدی برای اثبات این اتهام نداشت و تا همین الان هم ارائه نشده است. او چه حقوق بگیری بود که در تنگ دستی زندگی میکرد و با اینکه در مقطعی رئیس مجلس سنا بود، وزیر دارایی بود، وقتی همسرش مریض شد در بساط نداشت و تا پایان عمر در خانه اجاره‌ای زندگی میکرد. سال 1328 در نخستین انتخابات مجلس سنا سید حسن تقی‌زاده به عنوان یکی از سناتورهای تهران انتخاب شد و مدت 6 سال که بخشی از آن مصادف با سالهای بحرانی نهضت ملی شدن صنعت نفت بود،
ریاست مجلس سنا را به عهده داشت. با اون که مناسبات شخصی او و دکتر مصدق پس از مجلس پنجم تیره شده بود، در برابر دولت ملیگرا و سیاست‌های ضد انگلیسی دکتر مصدق روشی محتاطانه، دوراندیشانه و گاه نیز تا حدودی تعدیل کننده تصمیمات مجلس شورای ملی را در پیش می گرفت. در برابر فشارهای سیاسی مخالفان دکتر مصدق، تقی‌زاده از وی حمایت کرد. خودش تعریف کرده زمانی که مصدق در زندان بود، سرلشکر آزموده به خانه من آمد و تقاضا نمود تا در مورد رساله دکترای مصدق که به ظاهر شبهه دینی دارد مطلبی را ضد مصدق ارائه کنم تا در دادگاه بهتر بتوانند وی را محکوم کنند. اما من بی اختیار خندم گرفت، هم از این که نه مصدق را شناختن و نه کتاب او را فهمیدن. پس به آزموده گفتم بروید و خودتون رو ملعبه نکنید و دست از این کارهای غلط بردارید. سید حسن تقی‌زاده در سالهای پایانی عمر توان حرکت را از دست داد و دچار فلج پا شد و در برخی مجامع با صندلی چرخدار ظاهر می شد و سرانجام در 8 بهمن 1348 در انزوا در 92 سالگی درگذشت. جنازه او از مسجد سپهسالار تشییع و از برابر ساختمان مجلس شورا عبور داده شد و در مقبره ظهیرالدوله دفن گردید. وی سرد و گرم زیاد چشیده و رنگ و وارنگ بسیار دیده بود. از بزرگان صدر مشروطه و کسانی همچون عبدالحسین تیمورتاش، محمد علی فروغی، قوام السلطنه و دکتر مصدق خاطره داشت. مرد سیاست بود اما یک دم از مطالعه و پژوهش غافل نبود. کارهای علمی فرهنگی اون مرد دانشمند طیف گسترده و متنوعی را در بر میگیرد. تحقیق، تألیف، روزنامه‌نگاری، تدریس، کتابشناسی، ایراد خطابه و سخنرانی، همچنین پشتیبانی از فعالیت‌های علمی فرهنگی به لحاظ مقام و موقعیت سیاسی که داشت. مشارکت در تأسیس و سازماندهی نهادهای علمی و فرهنگی، مشاوره و رایزنی در این زمینه‌ها و از این قبیل. بخش عمده‌ای از نوشته‌ها و یادداشت‌های او به کوشش ایرج افشار به چاپ رسیده و مجتبی مینوی که از دوستداران او بود، کتاب‌های عمده، سلسله خطابه‌ها و مقالات مهمش را معرفی و بررسی کرده است. از آثار تحقیقی تقی‌زاده پژوهش درباره گاه شماری و تاریخ تقویم النجوم در ایران برجسته است. او در بحث گاه شماری‌های قدیم ایرانی به توجه نیاکان ما به اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی هم اشاره می کند. تاریخ برخی مذاهب کهن در ایران و از جمله آیین مانی، تاریخ عرب جاهلی مقارن با ظهور اسلام و پژوهش درباره فردوسی و ناصر خسرو نیز از جمله تلاش‌های اوست. نگارش اولین مقاله اساسی راجع به فردوسی را به تقی‌زاده نسبت می‌دهند که نمیدانم چقدر واقعی است. وی در دانشگاه کمبریج انگلستان، دانشگاه کلمبیای آمریکا و دانشکده معقول و منقول الهیات بعدی به تدریس مواد درسی، زبان فارسی، تاریخ و فرهنگ ایران، تاریخ عرب در اوایل ظهور اسلام، تاریخ ادیان ملل قدیم و تاریخ علوم اسلامی اشتغال داشت. تقی‌زاده در عرصه اندیشه، به ویژه در دیدگاه‌هایش درباره فرهنگ و تمدن غرب، با مخالفت‌های شدید و مخالفانی جدی، به خصوص از کسانی که نه تاریخ
ایران را، نه تاریخ اسلام را و نه تاریخ غرب را به درستی می شناختند روبرو بود. موضع او درباره فرهنگ و تمدن غرب، تغییر خط فارسی به لاتینی، ابتدا بسیار ناسنجیده و تحت تأثیر اندیشه کسانی همچون میرزا فتحعلی آخوندزاده جهت تسهیل آموزش سریع عامه مانند ترکیه بود. بعدها از دیدگاه پیشین عدول کرد و نگرش گذشته خود را به تندروی ایام جوانی و اشتیاق به اصلاح و پیشرفت میهنش نسبت داد. او نوشت این جانب در 20 سال قبل تمایلی به قبول خط لاتینی برای فارسی داشته و رساله‌ای به اسم مقدمه تعلیم عمومی در اون باب نوشتم، ولی بعدها به واسطه معایبی که در این کار دیدم و اندیشه خطری که برای مایه ادبی و زبان خودمون پیدا کردم از آن عقیده عدول نمودم و اینک استغفار میکنم. تقی‌زاده میپنداشت که صنعتی شدن کشور، پیشرفت علمی، آزادی سیاسی و عقیده و رشد فرهنگی و آموزشی از راه اخذ بلا شرط آداب و عادات فرهنگ و دستور عمل قرار دادن این شعار که ایران باید ظاهراً و باطناً جسماً و روحاً فرنگی معاب شود و بس میسر است. البته سالها بعد در نامه‌ای به ابوالحسن ابتهاج نوشته اگر من مردم را به اخذ تمدن فرنگی تشویق کردم، قصدم تقلید سفیهانه و تجملی نبود، بلکه میل به علوم و مطالعه و بنای دارالعلوم‌ها و طبع کتب و اصلاح حال زنان و احتراز از تعدد زوجات و طلاق بی جهت و پاکی زبان و قلم و احترام و درستکاری و دفع فساد و رشوه و از این قبیل بوده است. از این گذشته منظور من از تمدنی که غایت آمال باید باشد تنها باسوادی اکثریت مردم و فرا گرفتن مبادی و علوم یا تبدیل عادات و لباس و وضع و معیشت ظاهری اونها به عادات و آداب غربی نیست، بلکه روح تمدن و فهم و پختگی و رشد اجتماعی و روح تساهل، مدارا و آزادمنشی و آزاد فکری و به خصوص خلاص شدن از تعصبات افراطی و متانت فکری و وطن دوستی محکم ولی معتدل و شهامت و فداکاری در راه عقاید خود است که هنوز به این مرحله نزدیک هم نشدیم. این فکر که ما باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم دیدگاه خود تقی‌زاده نبود. این اندیشه به طور مشخص از عبدالله جدت روشنفکر عثمانی است. او و توفیق فکرت به چنین نتیجه رسیده بودند که باید الگوی توسعه فرنگی را پیش رو داشت. البته تقی‌زاده فراتر از غرب به تجدد مینگریست. از این رو جذب گرایش و روش ذهنی شد که برای غرب موفقیت‌های سیاسی و اقتصادی به همراه داشت، از جمله نظم و انضباط غرب. هیچ آدمی نیست که فقط یک آدم باشد. هیچ لحظه ای از زندگی آدم هم فقط اون لحظه نیست. تمام تاریخی که پشت سر اوست او را می سازد و اون آدم هم در لحظه معین چیز معینی است. تقی‌زاده به رغم فراز و نشیب فراوان در سراسر عمر خواهان اطلاع ایران بود. در جوانی از راه تقلید از تمدن غرب و وقتی برف روزگار بر سر و صورتش نشست
از مسیر حفظ اصالت تمدن ایران. او در کهنسالی در بسیاری از عقاید دوران جوانی از جمله لزوم پذیرش ظاهری و باطنی تمدن غربی تجدید نظر کرده بود. پس ما با چند تقی‌زاده روبرو هستیم: تقی‌زاده جوان آرمانگرا، تقی‌زاده انقلابی، تقی‌زاده اصلاحگر، تقی‌زاده محتاط و محافظه‌کار، تقی‌زاده سیاستمدار و کهنه‌کار و گاه هم نوا با قدرت حاکم. همچنین تقی‌زاده عالم و محقق که در پژوهش‌هایش مو را از ماست می‌کشید. جوانی دوره آرمانگرایی او بود. در میانسالی به اعتدال و میانروی رسید و هرگاه مجال و فرصت میافت فعالیت سیاسی میکرد و اگر عرصه را بر خودش تنگ میدید کنج عافیت میگزید و سرگرم تحقیق و پژوهش در فرهنگ و تمدن ایرانی میشد. تقی‌زاده دهه‌های 30 و 40 شمسی در قیاس با تقی‌زاده جوان دوران انتشار روزنامه کاوه یکی نیست. او زمانی هوادار تغییر الفبا در ایران از فارسی به لاتین بود، اما به تدریج از این نظر عدول کرد، از این نظر اشتباه، و اون را اشتباهات ناشی از در همامیختن سیاست و فکر با شور جوانی دانست و گفت باید با اصالت فرهنگ و تفکر خودمون قبر را بشناسیم و در پذیرش اونچه برای ما مفید است قدرت تمیز داشته باشیم. در جوانی با ساده انگاری و بی اون که از نظریات و فرضیات علمی درباره تغییر خط مطلع باشد میپنداشت که تغییر خط فارسی به لاتینی سوادآموزی را تسهیل میکند و راه را برای تحول فرهنگی کشور هموار میسازد. اما بعدها دیدگاه‌های خودش رو تعدیل و تصحیح کرد. در خطابه معروف باشگاه مهرگان گفت این جانب در تحریض و تشویق اولین نارنجک تسلیم به تمدن فرنگی را در 40 سال قبل بی‌پروا انداختم. او اونقدر وجدان روشنفکری و اخلاق و منش داشت که وقتی دریافت اشتباه کرده با شجاعت بیان نمود و تصحیح کرد. از قول او نقل شده که محمد علی شاه تصور میکرد مشروطه خواهان قصد جانش را دارند. بعد میگوید اگر مدارای بیشتری با او میشد امکان سازش منتفی نبود. گویا به مجتبی مینوی گفته بود اگر در اون هنگام که محمد علی شاه آماده پذیرش خواسته های ما بود لجبازی نمی کردیم، یک دندگی نمی کردیم و عزل او را نمی خواستیم امروز گرفتار این وضع نبودیم. شماری از نوشته های تقی‌زاده، مجموعه مقالات تقی‌زاده با عنوان مشروطیت به کوشش ایرج افشار 22 جلد را در بر خواهد گرفت. رساله تحقیق احوال کنونی ایران یا محاکمات تاریخی، مقدمه تعلیم عمومی یا یکی از سرفصل‌های تمدن، از پرویز تا چنگیز، گاهشماری در ایران قدیم، تصحیح کتاب تحفة الملوک، لزوم حفظ زبان فصیح فارسی، تاریخ عربستان و قوم عرب در اوان ظهور اسلام و قبل از آن، خواص فطری و ملی، مانی و دینش، تاریخ انقلاب ایران، روزنامه کاوه و از این قبیل. 20 مقاله او هم توسط احمد آرام و کیکاووس جهانداری از زبانهای دیگر ترجمه شده است. در پایان این بحث توجه شما را به این نکته جلب می کنم. احمد کسروی، دکتر فریدون آدمیت و دکتر علی شریعتی از منتقدین تقی‌زاده بودند. کسروی
او و در واقع گروه تقی‌زاده را در رابطه با ترور سید عبدالله بهبهانی زیر سوال میبرد و در تاریخ 18 ساله آذربایجان بر آن انگشت میگذارد. گفته می شود زاویه و فاصله کسروی با تقی‌زاده به نوعی به دلیل نیاز عارف قزوینی هم بود که اعتیاد و تنگ دستی آزارش میداد. گویا زمانی که تقی‌زاده وزیر دارایی بوده و اداره اوقاف هم به اون وزارتخانه وابستگی داشت، احمد کسروی از او میخواهد که چند خالصه دولتی، چند ده را در اختیار عارف که شاعر ملی است قرار بدهد تا کسروی به وسیله آدم مطمئنی آنها را اداره کند و عایداتش را بعد از پرداختن سهم دولت به عارف واگذار نماید. اما تقی‌زاده قبول نمی کند، نه فقط به این خاطر که آدمی بود اهل حساب و کتاب، بلکه چون خط فکری عارف و کسروی را هم نمی پسندید. دکتر شریعتی که گفته بود ما باید از غرب تقلید کنیم که یاد بگیریم، نه اینکه یاد بگیریم تقلید کنیم، او که در بحث چه باید کرد تصریح کرده بود این شعار که ما نباید هرچه را فرنگی ها میکنن یا میگوین بپذیریم، باید خود بیاندیشیم و استقلال داشته باشیم، این شعار شده یک بهانه آبرومندانه برای توجیه بیسوادی و بیشعوری و مزخرف بافی کسانی که هر را از بر تشخیص نمیدهند و چنین وانمود میکنند که اعلام استقلال فکری و سرباز زدن از تقلید در برابر زندگی و فرهنگ اروپایی اعطای برات آزادی اوست. دکتر شریعتی که بارها گفت من تقلید از غرب را نفی نمی کنم، بلکه معتقدم اون چه که الان به نام تقلید از غرب مطرح شده تقلید کاذب و دروغین از غرب است، نه تقلیدی آموزنده و انتخاب شده که خودمون انتخاب میکنیم، در وصیت‌نامه خودش با اشاره به تکرار و تقلید و ترجمه میگوید از این سه تا ته همیشه بیزارم، به همان اندازه که از اون دوتای دیگر تقی‌زاده و تاریخ بیزارم. واقعش حرف دکتر علی شریعتی در مورد تقی‌زاده اصلاً قابل دفاع نیست. روشنفکر و مورخ غیر مذهبی نامدار ایران دکتر فریدون آدمیت تقی‌زاده را طرفدار فاعلیت سیاست انگلیس میپنداشت و او را که به ایران عشق می‌ورزید ترک دوست و عرب پرست معرفی میکرد. آدمیت در شرح و روایت خود از مشروطه و طرح و تبیین پیش زمینه‌های اون تیغ برنده نقد و نکوهش خود را متوجه شخص تقی‌زاده و کارنامه او در مشروطه میکند. با نقل این گفته تقی‌زاده که با اشاره به تماشاچیان مجلس و انجمنها گفته بود تأسیس نظام مشروطه را همین اشخاص که در کوچه و بازار راه می روند و اینجا نشستند درست کردند، انصافاً به نکاتی اشاره نمودند که شایان تأمل است و هر پژوهشگری از جمله تقی‌زاده نمیتواند به اون توجه نکند. یادداشت دکتر فریدون آدمیت رو قرائت میکنم. حرکت مشروطه خواهی را مردم کوچه و بازار به وجود نیاوردند و نظام مشروطه پارلمانی ابتکار عوام سرگذر نبود. اون نهضت با مشارکت همه رده‌ها و طبقات در یک امتزاج کامل شهری پدید آمد و رهبران اون هم شناخته شدند. هر نهضت فکری مترقی به هر دوره تاریخ حاصل کار اقلیت هوشمند صاحب دانش و فکر بوده است، یعنی آنان که منشأ تحول افکار و حرکت اجتماعی گشتند. هیچ لازم نیست از توده عوام تصوری شاعرانه و رمانتیک بیافرینیم، توده‌ای که تجسم ابتذال و معیارهای ابتدایی و شور و هیجان غیر عقلانی است. از مغز عوام چه می‌تراوید که در جهت ترقی جامعه به کار آید؟
مردمانی که خود از دانش و روشناندیشی و استدلال منطقی بهره نداشتند به ذات نمی توانستند مبتکر رفرم سیاسی و اجتماعی باشند. در اون نهضت عمومی مردم کوچه و بازار در بهترین صورتش دنبال روی رهبران هوشمند بودند و به حرکت اجتماعی نیرو دادند. در بدترین حالتش پرخاشگر و ابزار خشونت و کردار جنون‌آمیز بودند. نظام مشروطه پارلمانی ما زمانی تأسیس یافت که توده بی فرهنگ خبر نداشتند که در جهان هستی چیزی هم به عنوان حقوق انسانی و آزادی سیاسی و حکومت انتخابی هست. ادعای اون انجمنها در بانی مشروطیت بودن و تایید اون از جانب نماینده اقلیت سید حسن تقی‌زاده عوام فریبی بود و شعارهای فدایان و مجاهدین بادکوبه‌ای آب می‌خورد. جواب اون را از همون دیار طالبوف تبریزی به یکی دیگر از نمایندگان آذربایجان میرزا فضل علی آقا فرستاده بود. طالبوف نوشت: از رجاله یا جهله و فعله در هیچ نقطه دنیا اصلاح امور جمهوری عمل نیامده مگر هرج و مرج. خواهران و برادران عزیز، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، بعد از اون که شادی نوروز را سیل و سیلاب آلود، من نیز در کنج غم خزیدم و گریستم. دشنه اندوه مرا زخم میزد و دیدم باید بنویسم. مقاله یک مرد فکور در هیئت یک مرد عمل حاصل اون کدح و رنج است. میدانم که ابتر و نارساست. یک دلیلش این است که برای تحریر و تدوین این گونه بحث ها کمتر سر بر بالین گذاشتم. صبح شد، صبح از راه رسید. به قول مسعود سعد سلمان: ما را به صبح مژده همی داد اون راستگو خروس مجرب. برزد دوبال خود را برهم، از چیست این ندانم یارب. هست از نشاط آمدن روز یا از تأسف شدن شب. دوستان عزیز، کمی خسته شدم و 3 قسمت این مقاله رو در ویدئو قرائت نکردم. یکی فعالیت‌های فرهنگی تقی‌زاده است در عصر پهلوی در دوران رضاشاه و محمد رضاشاه. دوم توضیح کوتاهی است در مورد فراماسونری و فراماسون‌ها که تقی‌زاده را هم به اون نسبت می‌دهند و این پرسش که آیا فراماسون بودن لزوماً به معنی اجنبی پرستی و وابستگی است؟ و آخر خاطره است از محمد علی جمالزاده در مورد تقی‌زاده، قالیچه نفیسی که به تقی‌زاده پیشکش شد و او نپذیرفت. در مقاله مربوط به سید حسن تقی‌زاده منابع این بحث را آوردم، بیش از 100 مطلب و عکس. بار دیگر از شما سپاسگزاری میکنم که وقت گذاشتین و به این مطلب با همه نارسایی‌های اون توجه فرمودین.